آخرین دقیقه شاگردان دیگو سیمونه و گلی که به دست میاد برای اتلتیکو مادرید تا بازی 1-0 بشه. یه پاس بلند فوق‌العاده، موقعیت برای اتلتیکو مادرید. کانر گلگر یه ارسال، سورلوت میزنه. نه این سورلوت دست بردن بارسلونا نیست. بازی 2-0 میشه به نفع اتلتیکو مادرید. باز هم الکساندر سورلوت برای تیمش مقابل بارسلونا گلزنی میکنه. دوک رسی که تو میزنم کلیک کامبک بارسای هانسی فیلیک. کم رنگ بودم چون نبوده پول، مثل رفتن مسی زد اون فیلیک. اوضاع بد خرابه مثل مدگل، بکش یا کشتش و قانون جنگل. چرا نمیرسیم این میشی معطل، به این صبر میگن صبر برتر. بهم انرژی بده لطفاً که اکتراشات میشن از گفتم. میگم از خود ترکی الان دارم میگم بعد نگی نگفتم. آره جیریلم میام میکنم بیام مشتب بی قدر باشی بگی من میام. بارسلونا لبینه پیروزی درخشان تر بشه.